با نام خدای خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، میخواهم ماهی پربرکت و پرشرفی ماه رمضان را به هر شما تبریک بگویم و خدا کند که این ماه یک ماه پرفیض و پربرکت در خاندان شما باشد. خدا کند که تاجیکستان عزیز ما را پربرکت ترین دولت قرار بدهد. خدا کند که تمام مسلمان های دنیا از آفت های زمینی و آسمانی در امین باشند. از شما هم التماس دعا داریم دوستان عزیز که در حق بنده و در حق تمام مسلمان ها و خصوص برای تاجیکستانیان دعاگو باشین. دوستان عزیز، ما خواستم برام خرید کردم برای سودا یا برای مثلا ماه شریف رمضان و خواستم که یک پیام بتم برای مردم و یک تبریکی بگویم برای مردم عزیزم که حق ما را در سر ما حق دارن یا حقشان است که ما تبریک بگیم، چون ما در غریبی هستیم. برای ما خیلی چی میگن هم هویت ملی و هم حس ملی خیلی هم بیدار است و میخوام که ماه شریف رمضان و علل خصوص عیدهای مسلمان ها را برایشان تبریک بگویم و خدا کند که دوستان عزیز در کنار فامیلی محترمتان، در کنار عائله محترمتان ماه شریف رمضان ها به خوبی و خوشی سپری کنید. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم من میخوام برام یک سودا خریدن برای ماه شریف رمضان و دوستان عزیز در این برنامه من میخوام با چی میگن طاقهای ملی صحبت کنم، چون هر وقت که ایده های ملی میشوند یا که ایده های مسلمانی میشوند اما حسی چی میگن وطن دوستی و وطنداری در ما جوش میزند، بیدار میشود، چون ما در غریبی هستیم. غریبی کسانی که در غریبی هستن این چیزا خوب درک میکنن و خدا کنه غریبای ما را در این ماه شریف رمضان پر فیض و پر برکت نصیبشان بگرداند و که سرفه خوب پر از ناز و نعمت داشته باشند و با چی میگن با عائله های خود هر چیز زودتر و بیشتر کمک مالی و اقتصادی خود را برسانند و خدا کنه کارهاشون خوب شود. کار که خوب باشد ان شاء الله همش میشود. دیگه دوستان عزیز، بریم با این برنامه را یا که این مغازه‌ای که مثلا در شهر نو تأسیس داده شده است خیلی مغازه کلان است، چون مغازه هم مغازه دو بخش دارد، بخشی مثلا چی میگن عمده فروشی و بخشی چکنه فروشی یا که اپتاوی و رازنیچه. بریم با هم این مغازه را ببینیم که در مغازه اکثریت هم چی میگن چیزاشان حلال هستن، از قبیل گوشت و نمیفهم دیگه خلاص دیگه که مغازه مسلمان ها است در این شهر کلان. خب بریم با هم تماشا کنیم این برنامه را. رفتیم. سلام دوباره دوستان عزیز، چنانچه گفتیم امروز اولی ماه شریف رمضان است و ما خواستیم بریم برای این ماه شریف رمضان خرید کنیم، سودا بخریم و نصیب باشه میریم این مغازه به نام سلما مارکت که مغازه مسلمان ها هست، یعنی منظور از مسلمان ها تمامی چیزهایی که در این مغازه فروخته میشد همش حلالن و نصیب باشه میریم داخل مغازه ببینیم در مغازه چه چیزها هست. اصلا ما بیشتر گوشت نیاز داریم که باز دیگه سودا هم میخریم برای ماه شریف رمضان.